دوستان خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال یوتیوب من امیرکسم هستم و خوش اومدین به این ویدیو. چند مدتی بود نبودیم، برای همین بزنید بریم با بازی زیبای جی تی وی یه دوری توی بازی بزنیم. خب بزنید بریم. اینجا که همون میشه. بریم بداییم بله با مایکل جان. ششتیم گاردیم ششتی دوری با ماشین جیمز باند بزنیم، با مامور 207 آشنا شد. مامور جیمز باند خب ترینر منی رو باز میکنه. منی از ماشینا بعدش یه دونه گوگل میزنیم میبینیم ماشین سیرتی. این ماشین قشنگ سیرت. خب این ماشین ولی یه هلیکوپتره. بعدش افتاده کامنت ها. بریم به ساختمان FIB و ببینیم اوضاع از چه دراره. و بریم تو ساختمان. توی ساختمان رفتیم؟ نه داخلش رفتیم. گم نمیشه رفته باشه. ما امروز اینجا هستیم که با شما تشریف ببرید داخل این ساختمان. تایرهای هلیکوپترمان را باز میکنیم و میریم آروم میشینیم. آروم نمیشینیم. برای اول بار قشنگه. نه نشستم دارم میشینم. بشین جده. آها نشست. خب برای اولین بار خیلی خوب. برای یه لحظه باشید. برای آیات کل من برای نمیتونم بشینم. دوستا بشینیم برای اولین بار بهترین نشستن این میشن. خب حالا میزنیم بریم اینجا اسلحه چیتی. خب احبر گوگله بازار دار میاد. خب و بریم داخل ساختمان و هم ببینیم بازی روزا اریاخ داد و برش کن.
چی میخوابین، چی کار نمیتونه بکنه، میتونه فقط بخوابین که هیچ گوته نمیتونی بخورین اینجا، میتونه فقط خیال موجوده، گوته ندارن. خب میزنن و میریم بیرون و میبینیم که اینجا خداست، خونه احباب و اینا. اینجا میبریم و یک ماشین مخفی، یک ماشین مخفی اینجاست. ماشین مخفی اینجا، ماشین مخفی این بابا این تشکر ماشین این چیه؟ این دیگه چی کار داره میکنه ما اینجا؟ این ماشین پیگی اینجا رو شما میشناسید، من اینجا نیومدم تا حالا. احتمال میدم بگیرم یه چیز دیگه از مهندسیز، احتمال میدم شما هم نیومدم، şöyle Türkçe'de oldu da bizden birleşik Türkçe'de olsa bilsem ne aşk olur. Xo'p, indi baxın, bir dəfə baxın. Lan bu این helikopter Hacı Qulu Əsgər رو میگیرم. بذار بریم میل کنم. اینو چطوری من میتونم یا استخوان عذب کاریه تلف شد با تشکر. ساعت 2 بعد از ظهر تو بازی هم 2 الان هم 2 چه جالب. خب یه دونه ماشین رولز رویس به جای رولز رویس واقعی تو بازی فرو کرد. عجب ماشینی، بدنش رو ول کن، موتورش رو نگاه کن، بدنش از موتورش از بدنش گیرون تره بابا. یه بدنه درست حسابی میگرفتی یه موتور آشکال فکر میشدم ماشینی درست حسابی داری زهرمالیه. خب این هم میشه ماشین آشنان تگله. خب سرعتی داشت میزنیم روز گیرون قیمت رو میزنیم میتره کنم. ماشین های دیگه ماشین آها عدب ماشینیه. هر وقت میخوام بگم یه ماشین بده موتور، هر وقت میگم یه موتور بده ماشین، میگم قایق بده هواپیما بده موز بده. چه جالب، فکر کردم الان میخوایم بمیریم نمردیم. خب الان اینجا یه پاوارت میزنیم، نگه میدارم چوبات ساس شیط رو بیزاره اینا سرا گاز میدیم. از گازی زان موتوری نمیدونم چیه ولی همچی هست موتوری. فکر کنم موتور CB رو که همه تون میشناسیم، شاید هم بعضیتون نشناسیم. من تا خودم ندیده بودم نمیشناختم موتور یعنی چی. ولی راکستار موتور CB رو درست کرده، به این تغییر آشکالی در اون اعمال کرده که تمامی موتور سوارها را عذاب و رنج میدهد. ببینید اگزوز موتور کجا گذاشته این راکستار بله یازده بعد ببینید اگزوزش رو کجا گذاشته. آخه CB اگزوزش اونجاست، آخه CB اگزوزش عقبشه. نه منظور که عقبش، منظور بالا نیست، بالای اگزوزش که نیست، بغل اگزوز کجاست. من چی دارم میگم دلاتی کردم. پایین صندل زینش نیست که بغل تایرشه. چطوری آخه من نمیدونم دقیقا CB ها فقط اگزوزشو کرده تو
موتور فقط رنج و عذاب میده ما رو. خب یواش داریم به پایان واقعی میرسیم و جل خوردیم. یه دونه تتر ول کنیم من اصلا با این موتور حال نمیکنم. این چه موتوری آخه؟ این چیه؟ خب چه بشه؟ نه من در موتور روشن جون بازه قشنگ بین مردم توی اینجوری پرواز کنم بیمی نمو. اگه من نه ویدیو نذاشته بودم حتما همین الان میافتاد مثل موز میموند. آماده برای پرتاب موشک. یواش داشتم شک میکردم که چرا داره نمیمیره، حالا مرد. و این بود از بازی GTA و صحبت‌های من و شماها. انشاءالله نظرهای خودتان را در کامنت ها بگویید تا ویدیوهای جدیدی بگذاریم در این چنل یوتیوب. تا ویدیو دیگه دوستتون دارم. همینجا هستیم، ادامه داره. شوخی کردم. فکر میکنید پس آخرش؟ نه آخرش نیست. میخوام یه ماشین عجیب و غریب برای شما نشان بدم که فقط اینجا کجاست من نمیشناسم. آخه این چه ماشین نیست. این اصلا این چه ماشینیه؟ شما بریم ببینیم. این الان بوگاتیه، میتسوبیشیه، این چیه؟ از داخلم ببینیم کلا مشخص این ماشین چیه. از عقب شبیه میتسوبیشیه، از زیرو شبیه بوگاتیه، از بالا شبیه. اصلا این چه سمیه درست شد؟ این چرا اونجا تایه دو آدم. اصلا من یه ماشین BMW آی 7 رو زدم. حالا ببینید ماشین چقدر کیفیت داره. خب BMW آی 7 به حتما تو دلتون میشه عجب ماشین زیبایی است. خب درست میشه، ولی از این زاویه هیچ گوزه هم نیست. چه برسه بشه ماشین زیبا. ببینید اصلا این کیفیتی درست شده. بیرونش قشنگه دیگه، تو اینو درست کردی داخلش هم درست کنی. این چی درست کردی؟ یه ماشین درست حساب درست نمیتونه، ولی چون من ظاهرش دوست دارم چراغاش هم درست کار نمیکنه. اونم سراغ تصادف همشه میکنه، هیچی نمیشه. انگار ماشین ضد آخر زمان پیدا شده. ببینید هیچ آسیبی به غیر از خط خش نداره. فقط ماشین بی آی هست. از منظری نیست. خودمش اینجا میدونی شبیه ولی از تهران نه، ولی از تبریز. تبریز ظاهر دیدنی زد داره. مثلا آیناlı داری، ondan sonra ولی این منظره شبیه
خدا نگهدار. فقط من فاز بعضی از اونایی که ماشین ایرانی میزنن توی تیوی اصلا فازشون نمیدونم. فازتون چیه؟ ها میشه میریم ترکیه که ماشین ایرانی رو نبینیم. تو بازی که تیوی پیرو پارس میریزی، پراید میریزی، تو شما دیگه چی هستی؟ مرسی دیگه. مرسی که این ویدیو رو تا آخرش دیدین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.